بیاید من پروسس تیار شدن سالنشین باتریو از نول به شما نشان میدم. از اینجا آغاز میکنیم. در اینجا از این همین چیز آغاز میشود. اول این سرو در اینجا یک جای میکنم. خیلی میبینید. اکنون بعد از اینجا میبراید در داخلش سیم میمونند. اینا حالا من نشان میدم. در اینجا باشد همونها رو بینش سیم مونده یک تا میکند. از اونجا مثلا اومد در اینجا باز به دیگرش پیوست شد. بعد از این میبیاد اینجا باشد همین سیم ها رو بینش رو با پیات پیوست میکنند یک جای و باز میرویم. الکی پنل گذاشتن همین ها رو در پنل میچسبونند. اینجا باشد از بالایش این اینطور یک متریال میگذارند و در پایانش باشد الکی این در پنل پیوست. الکی همین چیز تیار شد. یعنی آینه رو موندند، همه سخیمه رو پیوست کردند، متریال رو گذاشتند در بالایش یک کاغذ و اینجا باشد الکی در اینجا گرم شده همین چیز یک جای میچسبد. نگاه کنید اینجا میبیاد این رو از بالایش میمونند تا اینکه سخت دارد و از این اپارات میگذرد. در اینجا الکی سالنشین باتری تیار. نگاه کنید اینجا الکی تیار میشود. بعد از این همه این رو تازه کرده در قالب میمونند، یک تا پرویرکه میکنند و بعدا برای روان کردن تیار میکنند. اگر برای شما سالنشین باتری با نرخ ارزان لازم باشد میتوانید که مراجعه کنید، برای شما کمک میکنیم.